نیکی کنید به پدر و مادر خوبی باشند یا پدر و مادر بدی باشند. و من به تجربه این ثابت شده، روایات هم هست، کسانی که به پدر و مادر اذیت میکنن، خدای نکرده آزارشون میدن به هر دلیل، حتی اگر حق داشته باشن، خیر نمیبینن تو زندگی، دنیاشون گرفتار، آخرتشون هم مبتلا. و از اون طرف هم عرض کنم کسانی که تو زندگی پیشرفت کردن، کارشون درست جلو رفته، گرفتاریاشون کم و کمتر شده، خدا دستشون گرفته، آدمایی هستن که به پدر و مادر نیکی کردن، محبت کردن، لطف کردن. پدر و مادر رو باید اطاعت کرد در غیر گناه. بله، اگر پدر و مادری دستور دادن فرزندشون رو به گناه، به ترک واجب، به انجام یک حرام، با احترام باید رد کرد، چون خدا مهمتره.